شوهرم 2 مردونگی داشت و من با فهمیدن این موضوع شوکه شدم. زندگی من همیشه با رویاها و آرزوهای عجیب و غریب شکل گرفته بود. از وقتی یادم میاد همیشه باور میکردم عشق واقعی یه جور معجزه است. درست مثل فیلم‌های عاشقانه‌ای که دختر و پسرها به هم میرسن و همه چیز خیلی خوبه. اما زندگی واقعی همیشه پیچیده تر از اونیه که تو رویاهام میساختم. من اولین باری که با سینا آشنا شدم دانشجوی سال 2 دانشگاه بودم. روزی که اولین بار اونو دیدم مثل همیشه تو کتابخونه دانشگاه مشغول مطالعه بودم. اون با یه لبخند گرم و چشمای نافذ وارد شد و مستقیم به سمت من اومد. توی اون لحظه قلبم تندتر از همیشه میزد. شاید چون از قبل شنیده بودم سینا پسر محبوب دانشگاه است و به همین دلیل خیلی برام جذاب بود. هرچی بود تو اون لحظه جرقه‌ای درونم زده شد. سینا سر صحبت رو باز کرد و در مورد کتابی که تو دستم بود ازم سوال پرسید. خب ارتباط خاصی بین ما شکل نگرفت، ولی حس خاصی درونم شکل گرفت و این باعث شد هر روز بیشتر و بیشتر با هم وقت بگذرونیم. سینا پسری بود که بین دوستاش به خاطر شوخ طبعی و اعتماد به نفس بالاش معروف بود. چند ماهی از آشنایی ما گذشته بود. تو این مدت ما خیلی با هم صمیمی شده بودیم و یه روز سینا ازم خواستگاری کرد. من همیشه فکر می‌کردم ازدواج با مردی مثل سینا یعنی رسیدن به تمام رویاهای عاشقونه. اون منو میفهمید و همیشه بهم عشق میداد و سعی می‌کرد همیشه خوشحالم کنه. هیچ نشونه‌ای از هیچ مشکلی بین ما نبود. وقتی که قضیه خواستگاری جدی شد، سینا ازم خواست که قبل از هر تصمیمی یه موضوع مهمی رو بهم بگه. من توی اون لحظه واقعا قلبم از جا ایستاد. با خودم گفتم خدایا یعنی میخواد چی بگه؟ خیلی استرس داشتم ولی سعی میکردم خودم رو آروم نشون بدم. بالاخره سینا سکوتش رو شکست و بهم گفت چیزی رو میخوام بهت بگم که شاید برات عجیب به نظر برسه. نفسم تو سینه حبس شده بود. سینا ادامه داد که من یه ویژگی خاصی دارم. من 2 مردونگی دارم و نه فقط از نظر جسمی بلکه از نظر جنسی و احساسی هم متفاوتم. تو اون لحظه واقعا نمیدونستم چطور باید این موضوع رو حذف کنم. همینجوری سکوت کردم. دلم لرزید. واقعا 1000 تا سوال توی ذهنم به وجود اومد. سینا سعی کرد که با آرامش همه چی رو توضیح بده. بهم گفت که از دوران کودکی متوجه شده و نخواسته این موضوع مهمو از من پنهون کنه. گفت که دلش میخواسته که با من صادق باشه. به خاطر همینم بهم گفتش که نمیخواستم یهویی شب عروسی سورپرایز بشی. من اصلا نمیدونستم باید چه واکنشی نشون بدم. واقعا همچین چیزی رو اصلا تا حالا نشنیده بودم. اما خب من سینا رو خیلی دوست داشتم. عشق من به اون یه چیزی فراتر از این حرفا بود و حالا با یه واقعیت جدید روبرو شده بودم. چند روزی تو خلوت خودم فکر کردم تا بالاخره اعتماد کردم به سینا و با هم ازدواج کردیم. شب عروسی ما نزدیک بود. شب عروسی که همه آدم ها انتظارشو میکشن به شدت برای ما زیبا برگزار شد. لباس عروس تنم بود و همه مهمونا به ما نگاه میکردن. وقتی مراسم تمام شد ما رفتیم خونمون. سینا در حالی که لبخند میزد گفت خب حالا وقتش رسیده که سورپرایزت کنم. من آماده بودم که هر چیزی رو ببینم، اما حقیقت از اون چیزی که فکرشو میکردم برای من جذابتر بود. من وقتی که سینا رو دیدم اون واقعا توانایی عجیب و خاصی داشت در برقراری ارتباط عمیق، چه از لحاظ احساسی و چه از لحاظ جنسی. این داستان شاید براتون خیلی عجیب باشه اما واقعیت همینه. عشق آدمو به چه چیزایی که وادار نمیکنه. همونطور که من سینا رو دوست داشتم اونم واقعا منو دوست داشت. فهمیدم که این دوگانگی به زندگی ما خیلی داره معنای خاصی میده و همین باعث شد که همیشه آرامش تو زندگی ما باشه، چون به هم این اطمینان رو داده بودیم که میتونیم همدیگر رو خوشبخت کنیم. سینا خیلی خیلی آدم خوبی بود. اون ثابت کرد که حرف و عملش یکیه.
همیشه نیازهای منو برآورده میکرد. مهارت و صبوری خاصی داشت. اون متفاوت تر از هر کسی بود. من احساس میکردم که از ته قلبم خوشحالم. تمام اضطرابا و نگرانیام کم کم ناپدید شد و به جای اون اعتماد و رضایت اومد. سینا مردی بود که نه تنها از نظر احساسی و ذهنی میتونستم بهش تکیه کنم، بلکه تو رابطه هم میتونست فراتر از اون چیزی که انتظار داشتم به من بده. رابطه ما هر روز عمیق‌تر میشد و همین باعث شد که تو زندگی ما عشق و محبت و آرامش باشه. در نهایت شب عروسی ما نه تنها نقطه عطفی در زندگی مشترکمون بود، بلکه آغاز یه سفر پرماجرا پر از عشق و رضایت و مهر بود. من راضی بودم، حتی بیشتر از اون چیزی که اولش فکر می‌کردم. دوستای خوبم، لطفاً نظرتون رو در مورد این داستان تو کامنت برام بنویسین. برای حمایت از کانال دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنید. خیلی ممنون از حمایتتون دوستان عزیزم.